قصه خوردنات که تموم شد، یادت نره که باید از جات بلند شی. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدم که با همدیگه درباره کسایی که توی شرایط بد رهاتون کردن صحبت کنیم. یه سری از آدما توی زندگیت هستن که فکر میکنی انقدر آدمای خوبین تا ابد قراره کنار تو بمونن. وای فلانی هیچ وقت فلان کارو نمیکنه. من به اندازه چشمام به فلانی اعتماد دارم. ولی متاسفانه داستان زندگی اینه که تو باید منتظر هر چیزی از آدمای دورت باشی. فرق نمیکنه که طرف کی باشه. همیشه باید آمادگی داشته باشی که ضربه بخوری. یعنی اگه آمادگی نداشته باشی خودت باختی. از یه طرف داستان مهمتر از ضربه خوردن اینه که تو نباید توقع داشته باشی از آدمای دورت. هر چقدر بیشتر توقع داشته باشی بیشتر هم باخت میدی. قبلا خیلی معتقد بودم که آدما میان که برن. یعنی توی هر قسمتی از زندگیت وقتی که اون مرحله تموم میشه، آدم‌هایی هم که از اون مرحله باقی موندن تموم میشن. باید با این موضوع کنار بیای، چون زندگیامون تغییر میکنه. مثلا از مدرسه میای وارد دانشگاه میشی و همه چیز برات عوض میشه. همونطور که برای تو عوض شده برای اون طرف مقابلم عوض میشه. ولی بعضی وقتا ترک کردن بعضی آدما سخته، خیلی سخته، چون تو خیلی زیاد دل بستی و این آدما دقیقا همونایی هستن که تو زیاد بهشون تکیه کردی و نمیتونی رها کنی. احساس میکنی اگه فلانی تو زندگیم نباشه من یه خلأ خیلی بزرگ دارم، اصلا من دیگه کیو میتونم به جاش بیارم. و دقیقا مهم همین موضوعه. هیچ کسو تو باید اجازه بدی که هر کسی در جایگاه خودش بمونه. هیچ کس قرار نیست بیاد جای دیگری رو بگیره. ولی تو میتونی یه کاری کنی که دیگه ضربه نخوری یا کمتر ضربه بخوری. اونم اینه که توقع تو از آدم‌های اطرافت کم کنی. درسته آدم وقتی مریضه، آدم وقتی حالش خوب نیست، آدم وقتی داره با 1000 تا مشکل دست و پنجه نرم میکنه، اونجا دقیقا همون جاییه که تو نیاز داری اون رفیقت کنارت باشه. همیشه این اتفاق نمیافته. طرف مقابلت هم ممکنه درگیر یه سری مسائل دیگه‌ای باشه. یا اینکه باید بپذیری اون آدم اون کسی که تو فکر میکردی نبوده. آدم ها اجازه دارن که عوض بشن. آدم ها اجازه دارن اولویت هاشون رو تغییر بدن. آدم ها میتونن کلن زندگیشون رو بکوبن، دوباره از نو بسازن و تمام تصمیمات و تمام آدم های زندگیشون رو عوض کنن. خوش به حالت اگه یه کسی توی زندگیته که خیلی سال داریش و موندگاره یا موندگار به نظر میرسه فعلا. تمام تلاشتو بکن که از دستش ندی، چون رابطه مجدد ساختن به هر حال الان سختی های خودشو داره. ما اگه دیدی که اون میخواد بره، خیلی سعی نکن که جلوشو بگیری، چون در نهایت کار خودشو میکنه و میره. دنبال دلیل توی خودتون نگردید برای از دست دادن یه آدم یا یه رابطه. بعضی وقتا فقط وقتش تموم شده و باید اجازه بدید که بگذره. ببین خیلی سخته، خیلی سخته، ولی هیچ کاری از دستت بر نمیاد. و میدونی بهترین کاری که میتونی بکنی چیه؟ این که قبول کنی شکست خوردی و براش عزاداری کنی. گریه کن، قصه بخور، به این فکر کن که تو یه آدم که خیلی برات مهم بود رو از دست دادی. تو خودت نریز. ولی بعد از تمام اینا، بعد از گریه کردن، بعد از عزاداری کردن، بعد از کلی قصه خوردن، بعد از دلتنگی هایی که معلوم نیست اصلا کی تموم میشه،
باید از جات بلند شی و قدم‌های بزرگ برداری. اصلا باید از همین شکست هایی که میخوری، از همین آدم هایی که از دست میدی، برای خودت پله بسازی که بری بالا. اینا باید برای تو انگیزه بشه. میدونی که باید از کسایی که ولت کردن تشکر کنی، چون اونا باعث میشن که تو یه لول بری بالاتر، قوی تر بشی. وقتی که بهشون نیاز داشتی ولی نبودن و تو مجبور شدی که تنهایی با یه سری چیزا کنار بیای، یعنی تو قوی تر شدی. به هم قول بده که هیچ وقت زور نزنی کسی رو توی زندگیت نگه داری. به هم قول بده به اندازه‌ای به آدم ها محبت کنی که بهت برمیگردونن، یا اصلا نه، به اندازه‌ای به آدم ها محبت کنی که جنبشو دارن. محبت زیادی هیچ وقت خوب نیست. یه جا باسنت میسوزه. یعنی یه کاری در حقت میکنن که با خودت میگی وا، چرا؟ مگه من چیکار کرده بودم در حق اینا؟ و اینم بدون بعضی از آدما به حسب نیازهاشون آدمهای دورشون رو انتخاب میکنن و اجازه میدن توی زندگیشون باشن. یعنی اگه یه جا توی یه برهه زمانی از زندگی، از رفاقت، از هر چیزی یهو دیدی که دیگه نیست، بدون که تو تموم شدی و یه نفر دیگر رو پیدا کرده که حالا اون میتونه نیازشو برطرف کنه. هیچ وقت هم سعی نکن که جای کسی یا با کس دیگه ای پر کنی، چون پر نمیشه. و میدونی در نهایت چی مهمه؟ اینکه تو یاد بگیری تنهایی از پس همه چیز بر بیای. دیدید بعضی وقتا یه سری از حرفای آدم ها یادت میمونه و هر کاری میکنی از یادت نمیره. من یه دوستی داشتم، خیلی بهش وابسته بودم و بعضی آدما وقتی باهاشون که بیرونی اینطوری هن که تو هر چقدر که مثلا کار خودتو تنها انجام بدی و از پس همه کارات بر بیای، وقتی با بعضی آدما بیرونی شخصیتشون یه جوریه که تو عقب وای میسی. مثلا میخواید برید کافه و سفارش بدید، تو عقب وای میسی و کارو میسپری به اون. یا اینکه ترجیح میدی وقتی یه جایی میخوای بری که همه چیز خیلی سخته یا جدیده، اون آدم همراه تو بیاد. اون آدم اینطوری بود که من میخواستم برم یه جایی کاری انجام بدم اون روز و قبلش با اون دوستم بیرون بودیم و یه آدم غریبه‌ای هم پیشمون بود. من به دوستم گفتم که پاشو بریم با هم دیگه، من این کارم رو انجام بدم. یه نگاهی به هم انداخت و جلوی اون آدم غریبه خیلی جدی و محکم برگشت بهم گفتش که چرا یاد نمیگیری کاراتو خودت باید انجام بدی؟ باید رو پای خودت وایسی. میدونی شنیدنش کنار اون آدم غریبه خوب نبود. و این یکی از اون حرفایی که هیچ وقت یادم نمیره و به خودم میگم که دختر تو بعد از شنیدن همین حرف بعد همین آدم رو میذاشتی کنار. چرا انقدر لفتش دادی برای انجام دادن این کار؟ و احترام متقابل خیلی مهمه بچه‌ها. خیلی. وقتی یه جایی سعی میکنی که احترام طرف مقابلتو نگه داری، آدم بعد از گذشته زمان خب طرف مقابلشو میشناسه و تو میدونی که طرفت روی چه چیزایی حساسه. نه تنها خودت دست روی اون نقطه ضعفا نمیذاری، بلکه به کس دیگه هم اجازه نمیدی که دست روی اون نقطه ضعفا بذاره، چون اون آدم برای تو مهمه، برای تو ارزش داره. نمیدونم، شاید فقط من اینجوریم. به قول غزاله شاید ماها مریضیم و بقیه حالشون خوبه که اینطوری رفتار میکنه. خلاصه که مراقب آدم‌های دورو و خاله زحنک دورو براتون باشید. من تا حالا از این آدم تو زندگیم نداشتم، ولی میدونم که تعدادشون خیلی زیاده. قصه خوردنات که تموم شد، یادت نره که باید از جات بلند شی و خیلی محکمتر از قبل ادامه بدی و از کسایی که بهت ضربه زدن تشکر کنی، چون در نهایت تنها چیزی که
برای تو و زندگیت و پیشرفتت مهمه تجربه است. یعنی سن و سال تو رو شمعای روی کیک تولدت نشون نمیده. سن و سال تو رو فقط و فقط تجربه هات نشون میده و تجربه هات به تنهایی هم نه، حتی تجربه هات به همراه درس هایی که ازشون گرفتی. تجربه هات وقتی که تو از روی اونا متوجه میشی که الان که یک مشکلی برات پیش اومده باید چی کار کنی، باید چه برخوردی داشته باشی. تا وقتی که نتونی درس بگیری، نتونی از اتفاقاتی که برات افتاده اون نکته‌ای که باید ببینی رو به دست بیاری، از توش بکشی بیرون و بگی آها فهمیدم، این اتفاقات بد همینجوری برات پشت سر هم میفته، انقدر اتفاق میفته تا تو بالاخره بفهمی. و کلا ماهیت زندگی همینه، یعنی اتفاق میفته که به توی درسی بده و تو اگه گاردت بسته باشه و اون چیزی که باید بگیری، باید متوجه بشی رو نفهمی و متوجه نشی، این داستان همینجوری هی تکرار میشه و تو بدون که متوجه بشی به فنا میری. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. فاینال آرایش خودم خیلی دوستش دارم، خیلی بامزه شد. امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید و انجامش بدید. با یه ویدیوی جدید زود برمیگردم.